بخیر گیریش من سه بار اپراسیا نارکوز خطی ولیام پوچه من سوز نشد یک بار روننده حالم خبردار نمیشه زنگ میزنیم روننده با پشول هر گپ هر چی میزنه ما سال 2014 سوز بودیم دانشجو بودیم درس میرفتیم میومدیم صدمه دقیقیم زدک معاونی شوفیوری معاونی مجلس میلی مجلس نمایندگان نه به حالمون میرسه نه یک بار نگاه میکنه این پوچه من دیگه پوچه هم نیست اگر بگم هم خطا نمیکنه نه وقت گفتی کردم دکترها گفتن که اگه بهبودی میشه آدمی دکترها درگون دولت دیگه جراحی نکنی ایجاد نمیشه همین قدر رزولتر این پوچه پشت چپ کلی پوچه را تراشیدن میخواد تا ایجا را پوستا را تراشیدن کندن گرفتن اینجا دم رنگین دم هست که اینه که اوهان موندگی و شروع موندگی همش نیکی نمیدونم دولت مدت چیه در جایی هیچ که بدود نمیرسه 15 تا عریضه پرکراتوره گنرالی همه همه پرکراتوره گنرالی عریضات قبول کردیم جوابش ما سنجی جده برامدیم و فرمون پریزیدنت آف شدگه نخو که پریزیدنت هم که نمون آف کنده کلی روننده در کجا هست؟ روننده اونجا در ما اوزی آمدم ماشینش پیش بینای مجلس میلی مجلس نمایندگان در ماندگیه ما زنگش میزنم که خیلی تو کار میوی برنیسته در ما خوب دم تیا بود من نمیوی نگه تا وقتی که من میبینی زنچید سازی تو یکون نمیدونم چه خیلی دارم اون برنیسته در خوب در جراحی ها همین روننده که ایدور بود مبلغ میدود؟ یک بار 400 تومن یک بار 500 تومن بغیر از این دیگه هیچ یکون پول دادگی نیست پدر مادر من تاجبران بانک ما کویتانس داریم که قرض گرفته برای طبابت ما گرفته چقدر خرج برای طبابت؟ نه کمتر از 3 یا 3,500 دلار یک مدت یک سال میشه که ما فقط ای بیمار کنم به ای بیمار کنم هر یک جراحی ما حجتاش هست که کار کردم دکترها گفتن که من بعد چی میشه برای دیگه خوب میشه ان شاء الله استخوان پوچه کالته شدگیه استخوان پوچه کالته شدگیه راه میگردیم این خیلی میلنگی استخوان پوچه اون علاقه کالته شدگی